درخت انجیر به روش خواباندن ازش تونستم این نهال تکثیر کنم. این قسمت الان ریشه داره، از این ور اومده اینجا، این شاخه اینا ریشه زده زیر خاک. این نهالی که به روش خواباندن تکثیر شده دورش کندم، این ریشه هاش معلوم. بعد اینجا اره شد، از این قسمت اره شد. حالا باید دورش بکنم در یه باغچه دیگه. درخت میوه نداشت، کندمش. بعد این درخت یه نهال رو آوردم اینجا، میذارم تو اون گودی خاک میشدم. این نهال رو یا اون درخچه رو کاشتم، آبیاریش هم میکنم. انشالله که درخت انجیر میوه بده، حسابی میوه بده.